بسم الله الرحمن الرحیم. هممون قصه هاجر همسر حضرت ابراهیم رو میدونیم. وقتی که پیامبر بزرگ خدا ابراهیم خلیل الله ایشون رو با فرزندشون بردن توی صحرای برهود، اونجا انداختن که امروز شد مکه مکرمه. دیدیم که بچه تشنه بود، مادر در فکر آب بود برای بچه، نه آبی نه آذوقه‌ای نه هیچی. مادر بین صفا و مروه بدو این ور بدو اون ور بدو این ور بدو اون ور، دعا 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 که خداوند بهشون بده یه قطره آب تا بچهش از تشنگی نمیره. حالا بیاییم یک بار دیگه تو این قصه نگاه کنیم. ببینید مادر کجا دنبال آب میگرده؟ بین صفا و مروه. آب از کجا میاد؟ از زیر پای بچه. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتاست که ما در جای دیگه دنبال رزق روزیمون هستیم، اما خداوند از جایی به ما روزی میده که اصلا در تصور ما نیست. واسه همینه که خداوند متعال به ما یاد میده از کجا روزی رو بخوایم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر که از خدا بترسه خداوند برای اون گشایشی پیدا میکنه و اون روزی میده از جایی که اصلا در تصورش نیست. و باز دیدیم تو این قصه که مادر چقدر میخواست از خدا یه لیوان آب، خدا چقدر بهش داد؟ یه چاه زمزم که تا ابدالآبدین و امروز هم ما از اونجا داریم آب میخوریم. مسلمونا، حاجیا، معتمرا آب میخورن، با خودشون میبرن کشورهای خودشون، آب زمزمه و زمزمه و زمزمه تا روز قیامت. و دیدیم که این رزق بزرگ از کجا اومد؟ از اخلاص، از دعای خالصانه، از نیایش صادقانه، از اون دستهایی که به سوی خدا دراز بود، از اون اشکای مؤمنی که بر صورت هاجر می‌لغزید، گونه های پر از اشک، دستای دراز به سؤال، قلب تپنده مؤمن. از اون بر اومد چی؟ رزق و روزی بیکران خداوند. و ما دیدیم که ربطی بین اسباب و روزی نیست. ما به اسباب میگیریم، کار میکنیم، تلاش میکنیم، میریم دنبال کار، دنبال زحمت، چون که خدا به ما امر کرده. اما روزی ربطی به اینا نداره. هاجر تلاش رو کرد، رفت بین صفا و بین مروه، این ور بدو اون ور بدو، اما روزی اومد. روزی از کجا اومد؟ نه از اسباب، از پیش خدا. ما هم باید بدونیم که روزی رسون خداست، نه این کاری که من میکنم، نه این معلم بودنم، نه این مدیر بودنم، نه این دکاندار بودنم. اینا اسبابه، اما روزی رو کی میده؟ خدا. این اسباب باشه نباشه خدا روزی رسونه. نکنه که ما قلبمون بگیره به همین اسباب، بگیم اگر کار باشه، من اگه از اینجا بیرونم کنن چی کار کنم، اگر دکانم خراب بشه چی کار کنم، اگر ماشینم خراب بشه چجوری تاکسی رانی کنم و بچسبم به اینا. انگار که روزی رو تاکسی میده، انگار که روزی رو اداره میده، انگار که روزی رو فلان کس میده که من پیشش کار میکنم. این شد شرک. روزی رو کی میده؟ خدا میده. تلاش ما میکنیم به خاطر اینکه خدا امر کرده که ما به اسباب بگیریم تا خداوند به ما روزی بده. و دیدیم که خداوند از هر انسانی، از مادر هر انسانی و از هر کس برای انسانی دلسوزتر و مهربانتر و عزیزتره. هاجر کجا بود؟ تو یک صحرای برهود. نه آبی نه غذایی نه انسانی نه خیشی نه درویشی نه هیچ کسی که باش بشینه. یک صحرای بیکران، پر از ترس، پر از وحشت، پر از حیوانات درنده ممکنه بیان برسند از زمین و زمون، هر عذاب و هر بلایی امکان داره برسه. اما هاجر چی؟ نخیر، تو اونجا امیدش به خدا بود. خدا که هر جا هست، خدا که انسان مؤمن رو هرگز ضایع نمیکنه. باز بنگریم به همین قصه. حضرت ابراهیم میاد بچه شیرخوارشو با همسرش تو این صحرای برهوت میذاره. نمیگه خدایا بار الها من براشون امن و امان میخوام، خدایا بار الها بهشون غذا و روزی برسان. نخیر، حضرت ابراهیم چه دعا میکنه؟ میگه ربنا لیقیموا الصلاة
بارلا این بچه های منو طوریش کن که همیشه نمازگزار باشن، وقتی نماز بخونن به خداشون نزدیک بشن، نماز رابطه مستقیم با خداشون بشه، اون وقت دیگه ترسی نیست. وقتی که تو با نمازت، با عبادتت، با نیایشت رابطت رو مستقیم کردی با خدات، خدا تو رو ضایع نمیکنه. امنیت میاد، رزق و روزی میاد، سعادت میاد، خوشبختی میاد، همش میاد از رابطه درست شما با خدا. اگه من خوشبختم بدونم که این نتیجه ایمان منه. اما اگر من احساس خوشبختی نمی کنم، احساس شقاوت می کنم، احساس بدبختی و نگونبختی می کنم، بدونم که مشکلم تو ایمانه، تو کفش ایمانم حتما ریگی هست، باید خودم رو اصلاح کنم.